بچه خاله آوردم ایام شریف. ایام شریف. عید شما مبارک باشه. خوش آمدید. خوش باشید با ما دیدین شما. این یک تون یک بغلم. با امید که یک تون دیگه بغلم. رویتون هم اون طرف بگیرین. این حاله مگم شما گپ نزنین دیگه. این حالی این برنامه ما پخش میشه باز میگی مردم چقدر غال مغالی بود. معرفی کنین خدا. اسمم علیسناس از ولایت بامیان فعلا به شرق خراسان آمده. آفرین. نام شما؟ سلام علیکم. نبی محمد نبی جعفری هستم از بامیان رسولی شیبر برای شیراب جلو. از غربند هستی؟ از جلو از شیبر. شیبر خب نه این طرف شیبر مربوط غربند میشه اون طرف بامیان میشه. نه شیبر مربوط بامیان میشه رسولیش ده. خب مقصد از کوتل که پایین میشه یک بخشش مربوط چیز میشه قربان میشه. خیر ببین. ما رفتیم اونجا را. ولی کمک کی طرف بری رسولی شیخ علی میشه. از شیخ علی هم تر میشی رسولی شیبر میاد که مربوط بامیان میشه. صحیح است. خب بالا گرفتی بامیان میشه. پایین هر قدر بیای پس هم قربان. پس قربان است. خیر ببین. ما بلد است. صحیح خیر ببین. چی میکنین اینجا؟ اینجا اومدم یک دقور ساتری و امی قدی از پکای چوبی بالا شدی؟ نه دمی گازگازی سوار شدی. گازگازی سابق برای تفلکا بود. نه والی خیلی زرا استیگان ما طبیعت تفلکا را کنیم دیگه. چی کار میکنیم؟ کلچه پزی میکنم. او کلچه پز. شما؟ ما هم کلچه پز هستیم. مردی ما یک جای کار میکنیم. نام خدا. امسال کش کلچه چطور بود؟ خوب بود بد نبود. آفرین. تشکر. چند نفر آمدین؟ اینجا فعلا 5 نفر. 5 نفر. 3 نفر دیگه کجا مفقود است؟ اینجا هستن. خب اصلا اونجا مقصد. خب بسیار خوب. تشکر. چیز پیام بر مردم دارین؟ یک شعر میگین؟ بگوین شعرتونه. میگه دلبر با دلبری دل از کفم دزدید رفت هر چی کردم ناله از دل سنگ دل نشنید رفت گفتم اش ای دل رو با دل ز دل بردن چی سود استای دل بر من دیوانه دل خندید رفت بنده خدا. بری پناهتان به خدا باشه. سلامت باشین شما. خداحافظ شما باشه. خداحافظ شما باشم. هنوزم ما در شهرک هستیم. در دامنه کوه اسکارت یا تپه قرخ. همون یک چیزی میگفتن. در قدیما عالم کوه قرخ و عالم میگن شهرک. شما نامتون چی است؟